سلام علیکم برادران و خواهران عزیز، هر کجا که باشین امیدوارم صحت سربلند موفق مؤید باشین. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان و اقامت کننده شهر دوشنبه از قرار اونه که خانه استاد صدرالدین عینی باید تخریب شود خیلی ناراحتم و طلب او را دارم که هر چیز زودتر این قرار برهم داده شود و به اون نفرانی که دست به این کار میزنن گفتنی هستم که دستی کثیفی که در مال و ملک منصب و جا داده شده است دست بردارین. بس است تجارت شما اگر برای شما فایده میکنه، برای مایله شما فایده میکنه، برای نمیدونم نبیرگای شما فایده میکنه، تاجری که در اوجا خانه ساختنی است یا که امارات دیگر، این را بدون که برای ما شهروندان جمهوری تاجیکستان و اقامت کننده دوشنبه این فایده ای نداره به جز ضرر. چون که تاریخ ما، چون که فرهنگ ما، چون که گوشه از اصل واقعیت تاجیکا در همون جایی که شما خانه ساز میکنه واقع است. من نمیدونم راستی به کدام راه شما اجازه شهرداری یا اجازه استراتژی نزد پرزیدنت یا دیگر و دیگر شه به دست آورده که من چیزا نمیدونم. گویا خانه استاد صدرالدین عینی سیمای شهر کاسته میکرده باشه، گویا که ظاهر شهر بزیر میشده باشه با داشتن خانه صدرالدین عینی، خدا رحمتش بکنه. اما ما گفتنی هستیم که برای ما ظاهر لازم نیست، بس از ظاهر پرستی برای ما باطن اون لازم است، برای ما فرهنگ مهمتر است، برای ما علم مهمتر است، برای ما تاریخ مهمتر از ظاهری نمیدونم آشیانه 20 ایتاژه و 30 ایتاژه داشتن است. دوستان الان ما در مرکز شهر قرار دارم. خیلی که میبینه امارات ها را دیدین، تمام فیرما مغازین اینا در همینجا قرار دارن و این کوچه که هست پر ماشین اینا هم کوچه رئیسی هستند. همین که خانه ها پر میآیند تا اینجایی که این دو خانه شروع میشه، یک در برش یک خانه دیگه داره و این باغ هم که باشه باغ همین خانه است. همین دو خانه را خوب اهمیت بده، قدیم ترین خانه در همین کوچه هستند و این هم که باشه چی باغ شه، همین قدر به بزرگیش باغ شه. این جایی که شما میبینین این تئاتر، در پشت این بودکای سرخ میبینین مرکز پایزا. صاحب خانه این مرد است، فریدریش انگلز آلر. صاحب این خانه به مثل استاد صدرالدین عینی به این ملتش خدمت کردگی نیست. پس برای چی دولتی که پیشرفته ترین در روی دنیا هست سیمای شهرش این خانه ها بزیب نمیکنن، سیمای شهر ما را بزیب میکرده باشن؟ یکی از سبب هایی که آلمان پیشروی میکنه ایران باشد تاریخش است که هیچ وقت نمیخواد تاریخش فراموش بکنه. دست از خانه استاد صدرالدین عینی بردار.